طبق اسنادی که از دوران هخامنشی به دست آمده می‌دانیم که در شهر همدان امروزی یک تالار آپادانا وجود داشته است. اما در کجای این شهر؟ همزمان تالار آپادانای دیگری هم نظیر آپادانای تخت جمشید با همان اندازه ها و همان ابعاد و همان مصالح آشنای سنگی و حجاری های زیبا در شوش ساخته شده بود. 3 آپادانای بزرگ در تاریخ ایران روزگار هخامنشی قابلیت شمارش دارند: آپادانای تخت جمشید، آپادانای شوش و آپادانای حکمتانه. از احوال آپادانای شوش خبر داریم که فرانسوی ها حفاری کردند. آپادانای تخت جمشید را هم خوب میشناسیم که آلمانی ها و ایرانی ها آن را کاوش کردند. اما هیچ اثری از آپادانای حکمتانه وجود ندارد و هیچ تکه ستونی و هیچ بافتی از آن بر جای شستبار نیست. تنها این شالی ستون که در محوطه حکمتانه پیدا شده حکایت از زمان اردشیر شاه دارد و اکنون در موزه حکمتانه نگهداری می شود.